بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. در تقوا زیادتر وقتی که من کتابای تقوا را میخوانم بحث میشه، تو بحث کامل در تقوا نمیشه. زیادتر مثلا تقوای عملی در نظر گرفته میشه و تقوای فکری که انسان باید داشته باشه و این بسیار مهم است. از همین خاطر بسیاری کسا هست که خدا بسیار با تقوا میگیره، زیاد نماز میخوانه، زیاد روزه میگیره، زیاد ذکر میکنه، لکن مشکلاتش مشکلات فکری هست و مشکلات اعتقادی هست. خب اول اگر انسان خدا وقایه از این امراض فکری نکنه، هر قدر نماز بخوانه، الله متعال میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. در روز قیامت بر از اینا ترازوی میزان گذاشته نمیشه. یعنی در قرآن شناسی و در دین شناسی چیزی که بسیار مهم است که انسان هم اساسات دقیق درک بکنه که مثلا میزان است، برای کی ترازوی میزان است یا پل صراط است. همین شاید از بسیار مسلمان ها پرسان بکنن، فکر بکنن پل صراط هر کسی تیر میشه. نه، پل صراط برای کافران نیست. اینال برای شناختن دین و عقیده همین مهم است که مثلا چی برای کی هست. آیا ترازوی میزان برای کفار هست؟ الله متعال میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. چی معنی آیت شریف؟ به این معنی که برای کافر و مشرک، مرتد، منافق هیچ ترازوی میزان گذاشته نمیشه. مثلا چرا گذاشته نمیشه؟ به خاطر از اینکه ارزش عمل انسان وقت معلوم میشه که عقیده درست داشته باشه. فهمیدین یعنی؟ حالا شما اگر یک آهن رویش طلایی جور کنین و ببرین پیش طلا فروش، رویش در ترازوی خود رو نمیمانه. کمی سعی کرد میگه برو بیادر جانی وزن نمیشه. این حال عمل انسان به یک طلای لکس که باید وزن شود تبدیل شود، چه وقتی ارزش پیدا میکنه؟ وقتی که این عمل اساسش عقیده توحید باشه. بعضی کسا میگه شما زیاد عقیده گپ میزنین، زیاد توحید گپ میزنین. کل گپ سر توحید است. همین قرآن عظیم شان کسی علما چی میگن؟ میگن القرآن کله فی التوحید. شما وقتی که کتاب شرح عقیده طحاویه علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه را بخوانین و یا شما مثلا نظر علامه ابن قیم جوزیه را درباره قرآن پرسان بکنین، اونا میگن که القرآن کله فی التوحید. قرآن کتاب توحید است. اگر توحید مطابق قرآن داشتی، هر عمل تو ارزش پیدا میکنه. نیاز نداری که شبانه مثلا 500 رکعت نفل بخونیم. ما مثلا نفلای 500 رکعتی نداریم. ما تسبیح 1000 دانه‌ای در اسلام نداریم. 33 دانه تسبیح بگو، عقیده توحید باشه و طریقت هم طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینمی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر، اینمی بسیار ارزش داره. یا مثلا یک دفعه بگو سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. آخری حدیث صحیح بخاری همی است کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. چی معنی ثقیلتان فی المیزان؟ اگر شما امی سبحان الله و بحمده و سبحان الله العظیم یک مرتبه با عقیده که پشتوانه از و زیربنای از عقیده توحید درست باشه، یک مرتبه بخوانین، این میگه ثقیلتانه. چی معنی ثقیلتان؟ یعنی بسیار گرنگ است، بسیار وزنش زیاد است. یا مثلا در حدیث دیگه ما شما میخوانیم که لا اله الا الله اگر در یک پله ترازو گذاشته شود و زمین و آسمان و تمام مخلوقات زمین و تمام مخلوقات آسمان ها، ملائکه و جبریل و میکائیل، کلشان مخلوقات هستند، کوها، دریاها، بحرها، کل از اینا در یک پله ترازو گذاشته شوند و در پله ترازوی دیگر لا اله الا الله باشه، میگیمی لا اله الا الله ثقیل میشه. کدام لا اله الا الله؟ من پیشتر همراه حاجی صاحب میامدم، یک گندو
در دیوخانان بود، اونجا دکاندار بود. وقتی که هر وقت از پیش یک سودا میخریدی برش میفتی لاله می سودا چطور است غلط خنای می لا اله الا الله قسم است که خوبش است. یعنی روز یک 40 دفعه لا اله الا الله میگفتن، ولی لا اله الا الله یزود برش فایده میرسانه. نه، او باید با اساس اونمو فکر پاک و درست باید باشه. اینال مهمی است که ما یک جمله رو یاد بگیریم، اما یک جمله فکر ما را و عمل ما را تغییر بده. پس عمل انسان چه وقت ارزش پیدا میکنه؟ وقتی که نمی عمل زیربنای توحیدی و اعتقادی قوی داشته باشه. اگر همی زیربنای ازی خراب باشه، این عمل ازی انسان ارزش داره. الله میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. لطفاً در این آیات قرآن فکر کنین. یک خانه تان که رفتین، در منزل تان رفتین، همین آیات شریف خودتان فکر کنین یا چیزایی که مفسرین درباره از این نوشته کردن بخونین. پس اینال ما نیاز نداریم که 1000 مرتبه سبحان الله و بحمده و 1000 مرتبه سبحان الله العظیم بگوییم. ضرور نیست یک قدر زیاد بگوییم. ضروری است یک دفعه سبحان الله و بحمده بگوییم با امون مفهوم اعتقادی قوی از اون که الله پاک است. وقتی که الله پاک است، تمام و بحمده یعنی تمام حمد و ثنا و صفت، امون صفات اسماء الله الحسنى و صفات العلیا کلش مخصوص الله است. و قلب خود از توصیف کردن مخلوق زیاد توصیف نکنیم. یک عالم میگه دمی اول قرآن چرا الحمدلله گفته شده؟ میگه به خاطر ازی که کلمه حمد که است شامل تمام صفات عالی میشه، که مجموع کل صفات، تمام نامهای و صفاتی که الله متعال در قرآن عظیم شان ذکر کرده و در احادیث آمده و یا مثلا بر رسول الله هم گفته نشده و دیگه کسی گفته شده، یا الله متعال در علم غیب خود رو حفظ کرده، کل از در کجا خلاصه شده؟ در الحمدلله. اینال اگر این مفهوم انسان درک میکنه و مطابق این مفهوم میگه سبحان الله و بحمده، همین کلمه ازی، همین جمله بسیار ثقیل در ترازوی میزان ازی می باشه. و اگر مفهوم نمیفهمه 1000 مرتبه سبحان الله و بحمده میگه، در این لحظه در 995 رسیده که یک مخلوق داخل میشه، باز میخیزه تمام صفات خوبی را به کی بیان میکنه؟ به این مخلوق بیان میکنه. این مخلوق آنقدر بلند میبره. اون روز ما یک کلیپ میشودیم، یک عالم درباره یک شخصیت گپ میزد، میگفت این شخصیت از موسی علیه السلام که در رتبهش بلند است، از عیسی علیه السلام که در برتریت داره، از کلگی که در گفت تا محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که در معراج رفت دید که یک نفر شیشته. کیست این نفر؟ او برش میگه ملائکه گفت که او صاحب پیش از شما وقت شما هنوز در اسرا بودین که وقت در معراج رسیده. این حال مشکل در چی هست؟ مشکل در چی هست که این انسان پرستی از این به اندازه بلند است که حتی یک مخلوقی که شاگرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، او را از استادش کرده و از کسی که بالایش وحی آمده از او که در رتبهش، نه تنها از او، از کل پیغمبرها که در رتبه از او را بالا میبره. پس اینا اگر این روزانه 500,000 دفعه بگه سبحان الله و بحمده، چون زیر بنای کلامی ازی عقیده راسخ توحیدی قرآنی نیست، تمام گفتار ازی هباء منثورا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اصلا برش هیچ وزن. سعی میخواه نماز خوانده، برش ملائکه میگو نمازی که تو خوندی چند روز، والا روز 500 رکعت نفل خوانده. میگه اصلا برای 500 رکعت نماز تو ترازو نیست، زیربنایش خراب است.
همینجا درس وقایه وقتی که بحث کردیم گفتیم که انسان وقایه و خودداری از زشتی ها و موانع تقوا بکنه. او در چند چیز خلاصه کرده بود؟ او در 6 چیز. اول زشتی ها و امراض چی هسته؟ فکری هست. انسان باید فکر خود جور کنه، عقیده خود جور کنه. مطابق چی جور کنی؟ مطابق کلامی که الله گفته که نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یک قاعده دیگر هم یاد بگیرید از دیگه نحوی. شاید یک کس از پیشتان سوال بکنه، یک کس از شما سوال میکنه که انا نحن، الله متعال واحد است، و در زبان عربی انا برای واحد است و نحن برای چی است؟ برای جمع است. این قاعده ای است، این هم قاعده قرآنی که در قرآن عظیم الشان هر جایی که الله متعال از توحید بیان میکنه اونجا ضمیر مفرد بر خود استعمال میکنه. هو الله الذی لا اله هو الله. هو چی است؟ مفرد. قل هو الله احد. قل هو الله احد. بر موسی علیه السلام میگه انا ربک، ما جای توحید است، ما رب یگانه تو هستم. اما در جاهایی که الله متعال عظمت خود بیان میکنه، قوت خود بیان میکنه، قدرت خود بیان میکنه، کدام ضمیر استعمال میکنه؟ ضمیر جمع استعمال میکنه. اینجا الله متعال چی میگه؟ انا نحن نزلنا الذکر، یقینا که ما با قدرت خود و عظمت خود و جلال خود و بزرگی خود و علم غیب خود نازل کردیم این قرآن عظیم شانه. اینجا جای چی است؟ جای عظمت است. پس الله متعال وقتی که در قرآن عظیم شان میگه تو باید عقیدت مطابق چی جور بکنی؟ مطابق قرآن عظیم شان که وحی جلی هست و مطابق احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیدت جور بکنی که او هم وحی منزل است. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. وحی است. خب آل زشتی ها چی است که ما خدا پاک بکنیم؟ گفته بودیم زشتی ها یا امراض فکری هست یا زشتی ها و امراض قلبی هست. اولش چی بود؟ فکری. دومش قلبی. سومش زبانی. چهارمش بدنی. پنجمش و ششمش قانونی. این 6 است. اینال وقتی که یاد گرفت اینال هر کدام از باز ما شما گفتیم که پس لازم است که ما شما چند بحث داشته باشیم؟ 6 بحث داشته باشیم. اول شناخت امراض فکری و وقایه از او. اول باید فکرت از مرضهای فکری وقایه کنی، باز قلبت از امراض قلبی نگاه کنی. یکی خب امراض ظاهری است، یکی امراض معنوی قلبی هست. متوجه هستین؟ باز زبانت از این امراض وقایه بکنی، باز بدنت، باز مالت، باز قانونت. یک روز در زندان یک سرانوال مرا میگم بگه که استاد از سخنهای شما مردم استفاده منفی میکنه. ما گفتم ضامن استفاده منفیش من هستم. دل هر کس که هرچی استفاده میکنه. باز گفت خیلی اگر استفاده منفی نشه، من گفتم گوش بخوای تو قلم تبان که من یک دفعه بر تو هم استفاده غیر مستقیم یا منفی رو بر تشریح کنم. وقتی که فهمید باز بعد از اون سوالای شروع کنم. با قلم خواه گفت این قلم خودم ماندم. گفتیم یک قصه برات میکنم. قصه تو راست که مثلا میگه یک وقت یک کسی در یک مملکت یک پادشاه مقرر میشه، دیپلمات‌های خارجی میان که امی ظرفیت علمی از زیره معلوم کنه که امی کسی که پادشاه اینجا مقرر شده امی ظرفیتی داره که باید رهبر یک مملکت باشه یا نه. خب یک کوچی آدم است بی سوادی میه پادشاه را میگه که چی مشکل داری پادشاه صاحب، چرا جگرخون هستی؟ این میگه والا صاحب مشکل ما این است که یک دیپلمات خطرناک آمده بسیار فهمیده است، از من سوال میکنه، اگر سوالای زیر جواب گفته نتونم بازی مرا چی میکنه؟ نه مرا میبره و
با کلگی بدنام میکنه و میگه که یک آدم جاهل است. چطور است؟ حالا ما ایران مادیم که چی سوال کنه و سوالش چه قسم باشه. این برش میگه تو باش یک دفعه من برو این سوالای زیر من جواب بدم، اگر صحیح قناعتش شد خوب، اگه نشد باز تو برو. این پاچا گفته که دلت دیگه. این میره برده میبینه که همینجا دیپلمات چیشتن، این خود زبانش نمیفهمه، زبان از خارجی است یا هم دیگه چی است که رو بروی چیشته او که تبروی خود بر از او ابروگک میزنه، او بر از او ابروگک. خب بالاخره این دیپلمات که است میبینه که نفر ابروگک زدن، میره پرسان کده، میره چی بگم، میخیزه میادیم سر میز میشینه، یک دانه دایروی خط میکشی قسمی گرد. این کوچیک سنهی سهل میکنه که قلم گرفته تو خط دایروی کشید، میازه میابینش همت یک دانه خط وسط میکشه. این خط وسط که کشید، این دیپلمات میگه اوه very good. بازی دیپلمات میره یک دانه تخمه میره در سر میز میمونه. این کوچیک سهل میکنه که تخمه مانی میره یک دانه پیاز میره اینجا میمونه. این دیپلمات دیگه میگه اوه two hands، با دو دستی رو سلام میده very good. من سایت دو کتابچه نوشته میکنه که مملکت بسیار کابینه لوکس و بسیار مردمای خوب داره و هیچ مشکل نداره دیگه. من رفتم هیچ نیاز نیست که من پیش پاچا برم از او پرسان. یک نفر عادیش که قدر دانشمند است اینه پرسان میکنه که چی گپ بود که تو تسلیم شدی. این دیپلمات میگه صاحب من خیستم برای خط کشیدم، گفتم که بعضی از دانشمندا به این فکر هستن که زمین کروی شکل است. میگه خیز قلم برای من گرفت که بله دانشمندایی رو هم میگن که در بینش یک خط استواست. پس سعید گوین که چقدر خب میگه باز من خیستم برش گفتم که بعضی از دانشمندا و ساینسدانا به این نظر هستن که زمین مثل تخم مرغ بیضوی شکل است. میگه خیز برای من پیاز آورد که دانشمندای دیگه میگن که زمین مثل پیاز آورد طبقه به طبقه داره. پس وقتی که یک آدم عادی از این قدر از ساینس و تکنولوژی و ساختمان زمین و خط استوایی گپا با خبر باشه دیگه چی نیاز است که ما بریم یک شاگردش هستی استادش چی باشه. خلاص من رفتم. این نفر کوچیک گفتن که کاکا چی کردی؟ گفت یک لوده آدم بود. گفت چی کرد چطور کرد؟ گفت اول که آمد برای من یک نان گرده کشید. میگم من برش گفتم والا اگه خوب آنمد که تنها بخوری کش کردم، گفتم نمیره نصفش میکنیم، نصفش از تو نصفش از من. میگه باز رفت که یک دانه تخم آورد که من نیم نان خدا که تخم میخورم. میگه من گفتم من خو غریب هستم تخم ندارم، خیلی پیاز میگیرم من نیم نان خدا کت پیاز میخورم. ما گفتم آل وقتی که مثلا ما از ساینس و تکنولوژی و قرآن و تکنولوژی معاصر کتاب نوشته میکنیم، اسلام و ساینس درس میدیم، والجبال اوتادا را برای مردم تشریح میکنیم در زمین شناسی که این زمین شناسی قرآن است. ای که باز شما یا دیگرها یا دیگه این غلط توجیه میکنین مسئولیت ما هست. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. هر کس به فکر خود و به چیز خود میخیزه قضاوت میکنه. گفتم اینال چیزایی که نوشته بکن، اینال من دیگه زامن عزیز هستم که والا فلانی درس تو دیگه. من خب میگم که برادر عزیز امراض فکری اعتقادی هست. این امراض فکری اعتقادی چند قسم است؟ 5 قسم است. اولش خودپرستی هست. چی معنی خودپرستی؟ یعنی کسایی هستن که ما شما 10 چیز خواندیم نیده اونجا روز دیگه یادتان هست نیده چی ما شما خواندیم چند تا بود؟ 12 تا. آفرین. خب آل وقتی که ما ایره خواندیم اینال در 12 احکام الهی بعضی کسا خود چی جور میکنن؟ حاکم شارع، یعنی خود در حقیقت العیاذ بالله خدای خود جور میکنه. بعضی کسا خود صلاحیت ربوبیت میده، بعضی کسا
خود نمیده یک انسان دیگه صلاحیت. اینو چی میگن؟ انسان پرستی میگن. بعضی کسای دیگه هستن که میگن نه، ما اینو طبیعت اینو قسم پیدا کردن. طبیعت چی جور میکنن؟ خالق خود جور میکنن. برای طبیعت صفت چی نمیتن؟ ربوبیت الله رو برای طبیعت میتن. و ما یهلکنا الا الدهر، ما رو هلاک نمیکنه مگر چی ما رو هلاک میکنه؟ دهر. بعضی کسای دیگه هستن حیوان پرستی میکنن، میرن امی صفات الله رو برای کی میتن؟ برای حیوانات میتن. برو اونو ببین، چشمایت خوب میبینه. برو در هندوستان سعی کن، قرار زیر پای گاو خو میکنه و گاو هم دیگه کم کم یاد گرفت و یک پایک خدا میگیره در تخته پشتش میزنه. او میگه اینه بر ما چی داد؟ الا پیش شادی میره کلی خدا خمک میکنه و گاو میگه والا چقدر خوب، اینه پاچایی مفت. انسان که الله برزو کرامت داده و میخیزه پیش حیوان چی میکنه؟ سجده میکنه. و بعضی کسای دیگه هستن که شیطان پرست هستن نیستن، فری ماسونرز. این میگه جورج بوش هم در این گروپ داخل است، شیطان پرست است. حتی بعضی خاندار سعی کنی کلی شیطانی قسمی هست، نه کلی بازو میگه که در بایبل که است بز سمبول چی هست؟ شیطان است و برس سمبول عیسی مسیح است. در عقیده از اونا بازی‌ها چون یا انتی کرایست هستن، صلیب سرچپه کردن، حال عوض برگک باز چیز میگه. یگان تا خواننده‌های ما و شما مگه سعی کنید در واده رقص کردن باز دست خودی قسمی یک میگه برای خارجی‌ها میگه که ما هم شیطان پرست هستیم. دستایش نگاه دفعه سعی کنید شیطان پرست های قسمی دستک خودتون میکنه تا که برای دگاه خارج بفهمانه که من هم چی هستم؟ شیطان پرست هستم. یا یک دانه چشم سمبول چی هست؟ دجال. بسیاری کسا را سعی کنید که در کمربند خودم، در کلاه خودم، در پیک خودم، در اینجای خودم چی را جور میکنه؟ یک دانه چشم جور میکنه. چرا؟ به خاطر ازی که میخواه یا خدا شرماندهش از لودگی کار میکنه. و این کنت تعلم فذاک جریمتون، اگر میفهمی کار میکنی خود جریمه هست. فإن كنت تدري فذاك جريمة وإن كنت لا تدري فالجريمة أكبر. اگر فهمیده ای کار میکنی بسیار مجرم هستی و اگر باز نافهمیده پشت مردم میری جریمه تو چی میشه؟ از اون قدم بزرگتر است. در این عصر تکنولوژی تو چرا قلاوده هستی؟ یک نفر بخیزه، اگر مثلا یک نفر از افریقا، قاره افریقا، یک نفر بیچاره در یک مغاره زندگی میکنه، در روز قیامت بخیزه بگه والا اصلا مجاهل بودم، لوده بودم، نمیفهمیدم، نه با پیغمبر پیش ما آمده بود، نه رسول آمده بود، نه کدام دعوتگر آمده بود، بیتونبان در اونجا بگشتم، بیتونبان حشر شدم، بیتونبان دفنم کردن. دیدی چیز هست نه؟ اون تمام چیز اونو اگر بخشیده شد به اساس جهلش، اما یک نفره که خودش میگه من پروفسور هستم، دانشمند هستم و فهمیده هستم، کتش در مجلس بشینی گاهی برات از آنتروپوف نظریه میده، گاهی از گورباچوف برات نظریه میده، گاهی برات مثلا از مارکس میگه و گاهی از انگلس میگه و گاهی از لنین میگه و گاهی از ژان ژاک روسو گپ میزنه و گاهی از سارتر گپ میزنه و گاهی شعرهای مولانا جلال الدین میخونه و گاهی شعرهای حافظ میخونه. بازی بخیزه اتکار بکنه و 24 ساعت در هر مسجد در جیبکش موبایل ها هست و اینترنتشان فری. باز این نفر وقتی که یک عالم دین که مثلا برای 4 کلمه دینه برش بگویی، توحید بگویی، گوش خو نمیگیره، 1 2 تا 10 هم نصارت میکنه. دیروز یک شاگرد و مسجد مرا گفت استاد مرا اجازه مدام لایف بخیزیم یک چند تا می کسایی که یک چیز میگه بگم. گفتم نه اورک باز بگویی، باز اگر مثلا یک نفر تو رو دوزه تو هم خیسی دوزه دی دو به بوده و خلاص شد. بانش که باز روز قیامت اگر مسلمان بود نمازهای خوبش میگیریم. یک روز یک جای رفتم، یک از دوستای ما بود گفت استاد والا دوجو من غیبت شما را زیاد نکردم. گفتم خب کدی خفه نشید؟ گفتم نه من خوشحال شدم. چرا؟
گفتم خدا مقابل چند دقیقه غیبت کردی؟ گفت یک 5 دقیقه کدا باشیم. گفت در مقابل 5 دقیقه مثلا گفتم یک 4 رکعت نماز تا بده. میگم یا الله از یاجی صاحب نمازایی که در افغانستان خوانده شناتی اون نمازی که در پیش بیت الله شریف خوانده در بسیار عاجزی و تواضع اون رو بده. چقدر خوش است که مثلا ما حاج نرفته 4 رکعت نماز در حرم شریف بگیرم. همین قسم است. گفتم تو مفت خوردی؟ حالا تو خود دو که میزنی دشنام میتی و بعد میگی یا مسلمان هستی نمازهای خوب خواندی دو زدی انشاءالله تعالی از نمازهایش میگیریم. اگه کدام کافر و مرتد و ملحد و مرتجی بودی باز چی میشه؟ میگیم پروردگار این خود چیز نداره که بگیریم خیلی ما یگان گناه داریم گناهگاه میدونیم فرقش بزن. حالا چرا مورد دشنامش جواب بگیم؟ هنوز در یک فیسبوک پرتو که مثلا روز من کلیپ جور کردم گفتن ما چی میره 2,20,000 نفر دیده 2,20,000 نفر دیده حتما یک 50,000ش دو زده 50,000 که یک رکعت نماز بخونی در یک کلیپ 50,000 رکعت نماز فایده میکنی. چی نقص است؟ عجیب تو من امر المؤمن رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من تعجب میکنم از کار مؤمن که هیچ نقص نداره. اگه خورم در پای مسلمان میخله دمام چی است؟ ثواب است. اگر کشته میشه شهادت است. اگر کافر میکشه غازی هست. در هیچ لحظه زندگی از این نقص نیست. نقص از دیگه هست که هم دنیایش خساره میشه هم آخرتش. عجیب تو من امر المؤمن میگه مرا خوشم آمد امور مؤمن هر چیزش به نفعش است منفعتش است. اینا اگه ما شما بفهمیم ایمان قوی داشته باشی کلی چیز به نفعت است. در هیچ لحظه نقص نمیکنی. اگر به نام دین اسلام کشته شوی چقدر خوب به شرطی که الله قبول کنه. به شرطی که الله قبول کنه اخلاص رو داشته باشه که الله قبول کنه ریا نباشه دو هیچ نقص نمیکنی. اگر ریاکار بودی به خاطر دنیا میکردی در ظاهر یک قسم بودی در باطن دیگه قسم بودی در ظاهر مردم توصیفت میکرد خودت میفهمی که این توصیفایی که میکنه کلش دروغ است. مست مال یتیم خورده حق مسکین خورده حق بیوه خورده متوجه است؟ بازو خودش پیش شرمنده پیش خود میباشه. اما کسی که پیش خود صادق میباشه که الله متعال مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال میگه للفقراء المهاجرین مهاجرین میگه فقیر بودن. چرا فقیر بودن؟ ابوبکر فقیر بود؟ نه ابوبکر پیسه دار بود لکن وقتی که در راه الله هجرت کرد کل مالش چور شد. به چی تبدیل شد؟ به فقیر. عثمان رضی الله عنه هم مالش چور کردن. متوجه هستی؟ از صحابه فقرا الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم اما از مالشان از خانهشان هم کشیدن مالشان هم مان. الله متعال میگه هدفشان چی بود؟ میگه یبتغون فضلا من الله. بغیه در زبان عربی چی رو میگن؟ نه بغیه هدف میگن. ما تبتغی بهذا العمل چی هدف داری به این عمل؟ فهمیدی یا نه؟ هدف بغیه میگه. الله متعال میگه هدف مهاجرین چی بود؟ فضلا من الله و رضوان. کارشان چی بود؟ و ینصرون الله و رسوله. مدالشان چی هست؟ اولئک هم الصادقون. مدال چی را کی برشان داد؟ مدال صداقت کی برشان داد؟ الله. الله میگه یا صادق است. مهاجرین بر انصار هم همین قسم است. پس اینال 5 قسم مرض شد که یکی بعضی کسا خود جاگزین العیاذ بالله خالق میکنن، بعضی کسا صفت ربوبیت بر انسان میته، بعضی برای طبیعت، بعضی برای حیوان و بعضی برای شی. از این 5 مرض خدا نگاه کنیم یا نکنیم؟ چه قسم خدا نگاه کنیم؟ امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح البخاری یک باب ذکر میکنه، میگه باب العلم قبل القول والعمل. پیش از اینکه تو گپ بزنی تبلیغ بکنی، پیش از اینکه تو دعوت بکنی و پیش از اینکه تو یک عبادت انجام بدی، اول باید به او چی داشته باشی؟ علم داشته باشی. از این خاطر تو که مسلمان هستی الله میگه فعلم انه لا اله الا الله. اول علم حاصل بکن. علم چی را؟ علم لا اله الا الله را. بعد از او گپ زدن تام صحیح میشه، عمل تام صحیح میشه. اما اگر علم نداشتی در زبان میگی، در عمل مخالفت از رو میکنی. بر زبانت
حمدگویا در دلت پیدا سنم، بر زبانت حمدگویا در دلت پیدا سنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ که در ظاهر لا اله الا الله بگی، لکن در باطن، در قلب و در عملت ضد لا اله الا الله عمل بگی. خب اینال به این خاطر وقتی ما میخوایم تقوا داشته باشیم، خدا از این امراض چی کنیم؟ از این امراض فکری خودپرستی. آل خودپرستی که از چی قسم میشه؟ خودپرستی دهی میشه که 2 هفته گذشته ما شما خواندیم که 12 قسم حاکمیت است. چند قسم حاکمیت است؟ 12 قسم حاکمیت است. حاکمیت 12 گانه کی بر ما گفته میتونه که چند تا است؟ کدام است؟ اولش تشریعی اعتقادی، دومش حاکمیت در عبادات، سوم حاکمیت تشریعی اجتماعی. نظام اولش نظام اعتقادی اسلام میگه، دومش نظام عبادات در اسلام، سومش نظام اجتماعی اسلام، چهارمش نظام اخلاقی اسلام، پنجمش حاکمیت تشریعی سیاسی. نظام چی هست؟ سیاسی هست. آل در قرآن عظیم الشان وقتی که آیات قرآن میخوانی در این صفحه اولش سیاست هست نیست؟ بعضی کسا با قرآن کافر میشه نمیفهمه. در صفحه اولش الله میگه الحمدلله رب العالمین. رب کسی است که خلق کننده است، روزی دهنده است، تعیین کننده ارزش هاست. تعیین میکنه که چی حلال است، چی حرام است، چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است. سیاست چی است؟ سیاست فهم اینمی ارزش ها هست. اینمی ارزش ها را مطابق اینمی ارزش ها تو حکومت بسازی. بعضی کسا میگن سیاست چی هست؟ از دین است. پس وقتی که جدا از دین شد الحمدلله رب العالمین کجا رفت؟ اگر سیاست فن حکومتداری هست، هنر حکومتداری است، امی حکومتداری را به عقل خود بکنی یا مطابق کتاب الله بکنی؟ کتاب الله هست. اگر مطابق عقل خود بکنه، هر کسی حکومت جور میکنه به منفعت خود، به دل خود، به سیستم خود. اما اگر او را مطابق کتاب الله بگوییم، باز الله متعال میگه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این شما که تقسیم بندی های قومی و زبانی و لسانی و منطقوی و تراشیدین، کلش به خاطر معرفت است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امروز هم سیاه‌پوستا در امریکا از خاطر یک که چهرهشان سیاه هست در جنجال نیستن؟ ها؟ یک کتاب نوشته کرده درباره محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. او چی نوشته میکنه؟ میگه 14 قرن قبل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من اون دوستم، لکن میگه من فهمیدم که پیغمبر بر حق است. به خاطر چی؟ میگه 14 قرن قبل در بین چند هزار سفید پوست، چند هزار عرب، چند هزار قریشی، چند هزار اعضای خانواده پیغمبر به خاطر که بر کل از اینا بفهمن که اساس کرامت در ایمان و عقیده هست، در قوم پرستی و حتی که در قوم پیغمبران باشی، کرامت تو وقتی است که تو به وحدانیت الله ایمان داشته باشی. در بین کل از اینا میخیزه این پیغمبر با عظمت، یک سیاه‌پوستی که به نام بلال حبشی است، بر از اون میگه که ای بلال برو اولین اعلان حکومت نبوی را که مؤسس از رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به بالای مقدس ترین جایی که کعبه است، تو انسان سیاه‌پوست اعلان بکن. پس این سیاه‌پوست میره در سر کعبه که مقدس جای است، بلندتر از حتی شخص پیغمبر و صحابه و تابعین و بزرگا و بسیاری مردم های دیگه. بعد از بعضی کسایی که مثلا هنوزم فکر قوم پرستی در کلهشان است، برش میگه که محمد چی کرد صلی الله علیه و سلم؟ یک سیاه‌پوست سر بام کعبه بالا میکنه، این برش میگه که ای مردم، انسان ها پیش الله متعال مثل دندانه های شانه هست. مثل چی ورست؟ دندانه های شانه هست. لا فضل لعربی علی عجمی. هیچ فضیلت نداره عربی بالای عجمی و هیچ فضیلت نداره سفید پوست بالای سیاه پوست. کلکم من آدم
و آدم من تراب. کلتان از آدم هستین و آدم علیه السلام از چی پیدا شده؟ پس اصل کل ما و شما یک چیز است، هیچ تفاوت نیست. بلال بزرگترین شخصیت اسلامی هست و همینجا هست که تمام صحابه میفهمن. امیال ما و شما نام بلال سیاه‌پوست حبشی رو سر اولاد خود میمانیم نمیمانیم؟ خوش داریم یا نه؟ چرا نام بچیت ابو لهب نماندی؟ ابو لهب میگه تو مقبول بود، کمکایش سرخ سرخ میزد. از این خاطر ابو لهب میگفتن میگه کمایش از که سفید است میگه سرخ سرخ میزد. لكن الله متعال گفت که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خانمش هم از ابو لهب پیروی میکرد. نه او خانمی که با ارزش است، و خانم فرعون است که پیروی از شوهر کافر خود نکرد. این خانمی که از شوهر بیدین و کافر خود پیروی میکنه، این هم که تجارتش دوزخ داخل میشن. و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. پس ما شما گفتیم که چند قسم حاکمیت است. این درس که از برای کس گفته میشه که میخواه بفهمه، میخواه بفهمه. اینال در اسلام که است حاکمیت تشریعی اجتماعی است که او رو ما چی میگیم؟ نظام اجتماعی اسلام. در نظام اجتماعی اسلام الله قانون تعیین کرده. متوجه هستی؟ برات میگه که خواسته باشی یا نخواسته باشی باید بینمی تسلیم شوی. اگر تسلیم نشی تو مسلمان نیستی. چی از در نظام اجتماعی اسلام؟ حقوق زن، حقوق مرد، حقوق پدر، حقوق اولاد، حقوق همسایه، حقوق شهروند، حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق نبات. کل از این حقوق در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده. وقتی تو میخوای یک جامعه اسلامی بسازی، میگه به خاطر این جامعه اسلامی باید مرد با زن ازدواج، نه مرد با مرد. اگر کس میگه من اینمی قانون قبول ندارم، نه ما میخوایم که مرد با مرد هم ازدواج بکنه. اگر کس بگه امی قانون ما تغییر میتم، این نفر کافر است. با چی کافر شد؟ با قانون اجتماعی الله کافر میشه. چرا در مقابل آیت تکرار کرد. و کلگی میگه که اگر یک نفر از یک آیت قرآن منکر میشه، یک آیت قرآن قبول نمیکنه، کافر میشه نمیشه؟ حالا یک نفر میگه من ازدواج مرد با مرد قبول دارم، ها؟ عقیده مایی است که باید آزاد باشه مردم با هر چیزی که خواست. نه، اینجا مسئله آزادی نیست. اینجا مسئله حاکمیت تشریعی الله هست. در چی؟ در نظام اجتماعی الله. متوجه شدین؟ باز نظام اخلاقی هست. یگانه که مشرک اخلاقی است. مشرک چی است؟ اخلاقی. مشرک اخلاقی کدوم یکی است؟ مشرک اخلاقی است که آیاتی که الله متعال درباره اخلاق گفته ایره قبول نمیکنه. و انک لعلی خلق عظیم. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ قرآن بود. یک نفر حیا را قبول نداره، یک نفر حجاب قبول نداره، یک نفر ستر قبول نداره، یک نفر میگه من ستر عورت قبول ندارم. آیات و احادیثی که در راستای اخلاق آمده و ایره بگه من قبول ندارم. اما اگر قبول میکنه از پیشش اشتباه میشه. بازی رو علما میگن که در گناه کسی کافر نمیشه ولو گناه چی باشه؟ کبیره باشه. یعنی عقیده اهل سنت هم است در گناه کبیره کسی، اما در انکار اینا جحود میگن. در این کل علما میگه که انسان چی میشه؟ کافر میشه. و اینا بار بار تکرار به خاطر از میگم که انسان باید بفهمه. باید بفهمه که مده اینی تو نیست که مثلا اگر این آدم میفهمه آدم خدا مفتی جور بکنه و بخیزه او رو بگه ولد چطور هستی چرا. نه، آدم از خود شروع کنه. باشه می عیب در وجود خود من نباشه. متوجه شدید؟ عیب در خود من نباشه که من خود مثلا اینی آیت قرآن رو انکار نکنم. دیگه حاکمیت تشریعی دیگه چی بود؟ سیاسی بود. ششمش قضایی بود. هفتمش اقتصادی. هشتمش نظام مالی اسلام یا حاکمیت تشریعی مالی. نهمش تعلیمی. دهمش فرهنگی. یازدهمش نظامی و جهادی. دوازدهمش دعوتی. پس اینجا ما و شما 12 قسم چی داریم؟ نظام داریم در شریعت الله که انسان مسلمان باید اینو بفهمه. اینال امراض فکری که اینجا وجود داره،
اینا چی میکنن؟ اینمی حاکمیت 12 گانه را به چی میتن؟ به مخلوق میتن که ایره اولش کدام مردم بدن؟ مرض فکری خودپرستی بود. در خودپرستی ما و شما اگر فکرتان بوده باشه خواندیم هم که بعضی کسا حس پرست هستن. چی معنی حس پرست؟ یعنی معیار حق و باطل، حلال و حرام، جایز و ناجایز، کل ازی چی قرار میتن؟ حس خدا قرار میتن. یعنی صفت ربوبیت الله را برای کی میتن؟ برای حس خود میتن. اینا چی هستن؟ از این خاطر ها رو چی میگن؟ حس پرستا، حسگراها. صحیح شد نه؟ اینو ما شما خوانده بدین، من نیاز ندارم که باز براتون درباره فلسفه ماتریالیستی و درباره ازیا گپ بزنیم. دوم قسمش اینال نتیجه ازی شد که کسایی که حس پرست هستن، نتیجه شد چی شد؟ چندین فلسفه به وجود آمد. فلسفه ماتریالیسم به وجود آمد، فلسفه مارکسیسم لنینیسم به وجود آمد، فلسفه داروینیسم به وجود آمد، فلسفه یا مکتب سوسیالیسم جور آمد به نام طاغوت سوسیالیسم. احزاب کمونیستی و سوسیالیستی و ماتریالیستی به وجود آمد. اینی مؤسسات کلش مؤسسات چی بودن؟ مؤسسات خودپرست هستن، حس پرست هستن. شکل دومش مرض فکری چی بود؟ عقل پرستی بود. چی پرستی؟ عقل پرستی. اینا ما و شما خوانیم که اینا عرب ها العقلیون میگن، انگلیس ها ایدئالیست میگن. اینا کسایی هستن که عقل خدا چی قرار میدن؟ عقل خدا اساس قرار میدن. میگه هر چیز به عقل مجور آمد حق است، به عقل مجور نامد باطل است. پس ارزش ها را چی برشان تعیین میکنه؟ عقلشان. برای ما و شما ارزش ها را کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه در کتاب خود و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش وحی میرسه، وحی جلی و خفی. متوجه هستن؟ تعیین میشه اینی حق است، اینی باطل است، اینی درست است، اینی نادرست است. اینال متاسفانه یکی از مشکلاتی که در بین مسلمان ها پیدا شد به حساب عقل پرستی، همین مشکل بود که در زمان مامون الرشید بسیاری کتاب های منطق و فلسفه از روم چی شد؟ ترجمه شد بین مسلمان ها. اینجا در کتاب های تاریخ چی میگه؟ میگه یک وقت امپراتور روم مشاورین خدا خواست برشان گفت که شما خو مشاورای بزرگ هستین و کشیشا را هم خواست و اما کسایی که رهبرای دینیشان بود، رهبرای سیاسیشان بود، یا کلشان را جمع کرد. برشان گفت من همراه شما یک مشوره دارم. اونا گفتن چی مشوره همراه ما داری؟ گفت مشوره مصاحبی است که من خو امپراتور هستم، نیاز به مشوره شما دارم و مشوره می است که پادشاه خلیفه مسلمان ها مامون الرشید ای چی کرده؟ یک نامه روان کرده و بر ما گفته که ما میخوایم که همین کتاب‌های مختلف ترجمه بکنیم. در جمله از یک تعداد کتاب‌های شما هست که در قصر سلطنتی را شما نگاه کردین، در بازار یافت نمیشن. اگر همین کتاب‌ها را برای ما بدین، لطف کنین که ما میره ترجمه کنیم برای مسلمانان. آله ما خو امپراتور هستم، ما و شما باید با مسلمان ها چیز رو روان بکنیم که به فایده ما و شما باشه، برای ما و شما تاوان نکنه. فهمیدین یعنی؟ سوار از خود ما در جنجال نفتیم. آل اگه کتاب های فلسفی رو بر از اینا روان بکنیم به نفع ما هست یا به ضرر ما هست؟ متوجه شدیم؟ به نفع ما هست یا به ضرر ما هست؟ میفهمین کشیشا و اینا بر از اینا چی نظر دادن؟ این نظر از این باز جمعه آینده بخیر براتون تشریح میکنم، چون حالا وقت نماز جمعه. سبحانك اللهم و بحمدک